من شما عزیزان امیدوارم که حالتون خوب باشه. بحثی که امروز در موردش می‌خوایم صحبت کنیم کارتلی تئوری هست که مفهوم خیلی مهمیه. بحث تایم رو خیلی خوب جلو برده. میشه گفت که کردیت اصلیش میرسه به آی سی تی، چون میشه گفت اولین نفری است که در مورد این کانسپت صحبت کرده تا پابلیک و مابقی دیولوپ شاگردهاش هست. جایی که میتونید ازش استفاده کنید، از آی سی تی میتونید استفاده کنید، چارتر 2019 هست. یه ویدیو از 2016 است که با تایتل SMT. چارتر 2019 مدل چهارم بخش دوم، چارتر 2019 مدل 6 بخش سوم. دیگه بهتون بگم که 2022 تو منتورشیپش تو مثالاش اومده بررسی کرده. تو ماه 12 منتورشیپ 2016 هم بررسی کرده. اینجا جاهایی هست که شما میتونید مفاهیمی که من دارم در خلاصه شده بهتون آموزش میدم رو بیایید حالا از زبان سازندش بشنوید و شاید یک مرور مجدد براتون بشه و براتون مفید باشه. خالی از لطف نیست. یادم رفت بگم که کسی که این رو دیولوب کرده در حال حاضر تریدر دی هست که یکی از شاگردای آی سی تیه و این ویدیوها چون حالا جدیدن شاگردای آی سی تی هم دارن سعی میکنن مثل آی سی تی صحبت کنن و میدیدم که بچه‌ها نمیتونن خوب متوجه بشن این کانسپت رو، شروع کردم به ریکورد این ویدیوها که کمکتون کنه درک بهتری نسبت به این کانسپت پیدا کنید. خب It's all about time and price. همه چیز در مورد زمان و قیمته و نکته‌ای که هست اینه که ما استرس یا تاکید داریم رو بحث تایم. این تایمینگ خیلی مهم داره و من شخصا تو تریدر خودم تایم رو خیلی لحاظ میکنم، اما همیشه جای یک المان کوچیکتر بود که کامل بشه و تو این ویدیو قراره که این رو کامل کنیم. اول بدونید که چه چیزی قراره یاد بگیرید. شما یاد میگیرید که تئوریای حالا کوارتلی به چه معناست، چی هستن، بتونید مشخصشون کنید رو چارت که کجاها میشن. جدا سوینگ که از کانسپت های مایکل رو آموزش میبینید، ترو اوپن رو آموزش میبینید. ترو اوپن هم متعلق با آی سی تیه. مسیرهای قیمت، مسیری که قیمت میتونه داشته باشه بر اساس تئوری کوارتلی رو یاد میگیرید. تکنیک های ورودش رو یاد میگیرید و در نهایت نظریه رو همراه با تایم فریم های بالاتر بررسی میکنیم. اگر بخوایم بگیم که مثلا تحلیل از چی تشکیل شده، به نظر من حالا روانشناسی سری میگم، من اصلا منتقد نیستم بهش. من میگم 70% جلو رفتیم الکی، 70% تایمه و 30% قیمت. پس چی شد؟ 70% تایم، 30% قیمت. چون ببینید اگر ما تو زمان درست نباشیم، اگر تو جایگاه درست نباشیم، هیچ اتفاقی نمیفته. اینو بهتون قول میدم. هر چقدر که لول های لیکویدیتی شما مهم باشن، تا زمانی که به جایگاه زمانی درست نرسیدیم هیچ اتفاقی نمیفته. خب همه میدونم من از حاشیه رفتن خوشم نمیاد. سریع بریم جلوتر. ببینید ما 4 تا کیو رو در واقع Q1, Q2, Q3 و Q4 رو در نظر میگیریم. Q1, Q2 و این 4 تا کیو برامون اهمیت دارن و برای هر کدوم از این کیو ها یک نقشی رو در واقع تعریف کردیم که این نقش باز هم برمیگرده به پایه آی سی تی که یک حالت AMD سایکلی داریم که این اکثرا فکر می‌کنن 3 بخشه ولی در واقع این 4 بخشه. AMD X یا XAMD. این AMD X چی میگه؟ میگه که ما یه فاز اکیومولیشن داریم، مانیپولیشن داریم، دیستریبیوشن داریم و فاز چهارم که X گذاشتیمش. چرا X گذاشتیم؟ چون قطعیتی رو فاز چهارم نداریم. ما روی سکانس توالی اینها میتونیم نظر بدیم، ولی بعد از فاز سوم باز هم میتونیم نظر بدیم. راستش رو بخوام بهتون بگم، با توجه به اینکه به قولی تایم فریم بالاترمون چی رو داره ارائه میکنه، میتونیم در مورد فاز چهارم هم نظر بدیم، ولی بخوایم تک تایم فریم بهش نگاه کنیم نه. فاز چهارم برای ما X میشه. خب اول بگیم که ببینید موضوعی هست این که تایم فراکتال، کاملا فراکتاله و این فراکتال بودن تایم به این معنی است که من بردم عقب که توجهتون به اونجا پرت نشه.
این فراکتال بودن تایم برای به این معنی است که ما تو تایم فریم های مختلف میتونیم این تئوری رو داشته باشیم. یعنی مثلا اینو بهتون بگم، ما تو تایم فریم 4 ساعته هم چیزی که تریدی نگفته، تو تایم فریم 4 ساعته هم 4 تا سایکل 1 ساعته داریم. تو سایکل روزانه‌مون که 24 ساعته 4 تا سایکل 6 ساعته داریم. تو سایکل هفتگیمون که 5 روزه ما 4 تا سایکل 1 روزه داریم. جمعه رو اومده گفته که حالا تریدی میاد میگه که یک هدف متفاوت داره. من بهتون میگم که این باز برمیگرده به همون AMD یا XAMD و وظیفه که تعریف میشه و اتفاقاتی که تو پنجشنبه میفته. اتفاقاتی که تو پنجشنبه میفته خیلی تاثیرگذاره برای جمعه. حالا داشتم میگفتم هفتگی رو 4 روز داریم، دوشنبه Q1، دوشنبه Q2، دوشنبه Q1، سه‌شنبه Q2، چهارشنبه Q3 و پنجشنبه Q4. به همین حالت تو ماهانه هم داریم. هفته اول Q1، هفته دوم Q2، هفته سوم Q3 و هفته چهارم Q4. برای سالانه هم همینطور 4 تا 3 ماه داریم. از تایم فریم های کاستوم آیا میشه استفاده کرد؟ تریدی استفاده نکرده، من استفاده میکنم و شخصی سازی خودم هم در مورد این مسئله بهتون توضیح میدم. خب اینجا داریم میبینیم به صورت سالانه رو که یکیش از ژانویه تا مارس و همینطور ادامه داره دیگه. این واضحه، اپریل تا جون، جولای تا سپتامبر، اکتبر تا دسامبر. هر کدوم از این بازها 3 ماه هست و بحث مانتلیش هم وجود داره که هفته اول رو میگیم Q1 که سادهش کنم هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم. اگر هفته ما ناقص بود، یعنی که مثلا فرض کنید که شروع ماه چهارشنبه یا پنجشنبه میشد، ما از اون هفته‌ای که 5 روزش کامل شروع میکنیم به شمردن که میشه هفته بعدش و میایم از اونجا میبریم جلوتر. مثلا مثالش رو بخوام بهتون بگم، بذارید نشونتون بدم. خب برای مثال اینجا نکنید هفته اول ماه نوامبر میشه یک در واقع چهارشنبه که این چهارشنبه شروع شدنش باعث میشه که هفته کامل نباشه. شما می اینجا رو کلا فراموش میکنی، هفته از اینجا شروع میشه، از دوشنبه شروع میشه، هفته اولت، هفته دومت، هفته سومت و هفته چهارمت. اینجوری میشه که جمعه تموم میشه، شما دوباره ماه بعدی رو میتونی از اینجا استارت بزنی، از چهارم استارت بزنی. چیز پیچیده ای نیست. اوکیه. خب پس چی شد؟ 4 تا کیو داریم، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم و هفته چهارم. برای ویکلی هم که بهتون گفتم دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. برای دیلی اینجا مهم میشه در وسط 18 یا 6 PM 6 PM تا میدنایت که میشه Q1 معادل آسیاست. Q2 از 12 AM یا همون میدنایت تا 6 صبح 6 AM که میشه لندن. Q3 میشه از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر و از 12 تا 18 هم میشه PM سشن و نیویورک و PM سشن. چیز پیچیده‌ای تا اینجا فکر نمی‌کنم داشته باشه. باز اینجا نکنید ما الان یک Q1 رو به 6 ساعت تقسیم کردیم. حالا همین Q1 که به 6 ساعت تقسیم شده میتونه از در واقع 6 ساعت چقدره؟ 360 دقیقه. این 360 دقیقه معادل چند تا تقسیم بر 4 چه عددی میشه؟ میشه 90. اینجا هم همین اتفاق افتاده. اومدیم گفتیم که همون چیزی که ساعت در واقع 18 باز میشد تا میدنایت، اینجا شروع میکنه میگه 6 تا 7.5 Q1، 7.5 تا 9 Q2، 9 تا 10.5 Q3 و 10.5 تا میدنایت میشه Q4. لندن هم همینطور میشه گفت که 12 AM یا میدنایت تا 1:30 تا 3 تا 4:30 تا 6. همشون هم به وقت نیویورک تنظیم شدن. نیویورکش هم همینطور 6 تا 7.5، 7.5 تا 9، 9 تا 10.5 و 10.5 تا 12. PM سشن هم میشه 12 تا 1:30 تا 3 تا 4:30 تا 6. اینجا اومدیم یه المان خیلی مهمی که ICT معرفی کرده به نام ترو اوپن که چند تاییشو معرفی کرده، مثل 7:30 رو، مثل میدنایت رو، مثل 1:30 PM رو ICT معرفی کرده و
گفته که اینا ترو اوپن هستن، خیلی اهمیت داره این ترو اوپن ها. چرا اهمیت داره؟ یه ذره جلوتر بهتون میگم. این ترو اوپن ها بستگی به پیری که کار میکنید، یعنی اگر رو شاخص دارید کار میکنید یا رو فارکس دارید کار میکنید، یه مقدار تاثیراتشون متفاوت میشه، یه مقدار خیلی کوچولو ولی خیلی جزئیه. برای فارکس بخوام بهتون بگم، این کیو2 ها در واقع کیو2 ها میتونن به عنوان یک میشه گفت که تراز استفاده بشن و نشون بدن که قیمت آیا به سمت یا جهتی زیادی از حد متمایل شده یا نه. این مورد اول. مورد دوم، معمولا ما یک ریتستی به اینها داریم و اگر حالا ما اینو ببریم رو چارت و در مورد کیو2 ها صحبت کنیم با هم دیگه، میبینید که چقدر المان پرقدرتیه. جدا سوینگ هم که بهتون نشون میده. خب حالا بگیم ترو اوپن ها کجا هستن. ببینید اوپن واقعی سالانه میشه اولین دوشنبه آپریل. ترو در واقع باز شدن واقعی ماهانه میشه دومین دوشنبه ماه. باز شدن واقعی هفته یا باز شدن که قشنگ نیست بگم همون بهترین حالتشه دیگه. ترو ویک اوپن رو واقعا سختم میاد ترجمه کنم. اوپن حقیقی هفته بهترین ترجمه است به نظرم. هر دوشنبه انجام میشه ساعت 18 پی ام، یا در واقع همون اوپن کندل سه شنبه، بر اساس میشه گفت که باز و بسته شدن کندلا، نه اون میدنایتش. چیکار میکنه؟ میگه کیو2. حالا کیو2 به قولی سالانه رو مشخص کنی دقیقا میفته همینجا. کیو2 ماهانه رو که مشخص کنی میشه دومین هفته به قولی ماه. خب دومین هفته کجاش؟ اوپنش. برای ویک هم میگه کیو2 کجا بود؟ سه شنبه، اوپن سه شنبه. ترو دی اوپن هم که میشه کیو2 که شروع میشد 12. نه دقت کنید من اینا رو قرمز کردم براتون. جدا سوینگ و اوپن واقعی. جدا سوینگ یک حرکت فیک. اول بگیم حالا مثلا جدا سوینگ چی هست. جدا سوینگ ببینید یک فیک موو، یک مانیپولیشن، یک دستکاریه که اتفاق میفته تو مارکت. میشه گفت به هدف جمع‌آوری استاپ تریدر هایی که به قولی حالا زودتر و عجولانه وارد شدن و همینطور تو دام انداختن تریدرهایی که دنبال یک فیک، در واقع دنبال یک بریکات هستن که در جهت اون با استاپ سل استاپ داشته باشن. جدا سوینگ رو من تو چارت توضیح میدم براتون ولی خیلی بازش نمیکنم، اینا دیگه مقدماتی که شما الان باید بلد باشید. جدا سوینگ کجا پیدا میشه؟ جدا سوینگ رو حالا جدا از بحث تایمی، ما رو سقف و کفای قدیمی میبینیم، رو سقف و کفای هفته میبینیم، هفته گذشته هم میبینیم، سقف و کفای برابر میبینیمشون، های هفته، لو هفته یا سقف روز و کف روز هم میتونه شامل جدا سوینگ بشه. یه سری ویژگی در مورد کیو ها بهتون بگم. من اینا رو دارم یه بار براتون خلاصه وار میگم چون من دیدگاهم اینجوریه، دیتا رو یک بار وارد میکنیم بعد شروع میکنیم دونه دونه از اینا استفاده کردن. اوپن کیو یک به قولی مقاومت حمایت واقعیه یا داینامیک سناریو که خیلی کم پیدا میشه تو مارکت. ما نیو ویک اوپنینگ گپ ها رو داریم، نیو دی اوپنینگ گپ ها رو داریم که داینامیک سنارن و اوپن کیو 1 و یکی دو تا کانسپت دیگه مثل حالا بگذاریم اوپن کیو 2 که میشه گفت که اوپن کیو 2 هر سایکلی میشه ترو اوپنش برای ما فیک موو میسازه، برای شاخص ها مثل ترازو عمل میکنه، در صورتی که پایین یا بالاش باشیم به سمت قیمت برمیگردونه. تو خود فارکس معمولا سعی میکنه نقش حمایت مقاومت هم بگیره و واکنش خوبی داریم. اوپن کیو 4 هم که ریوالوینگ ترو اوپنه که یا باعث کانتینیویشن یا ادامه دهنده روند میشه یا ریورسال که همون بحث ایکسیه که ما رو اینم خیلی کار میکنیم. این خیلی کمکمون میتونه بکنه.
نکته ساده، بالای قیمت بالای ترو اوپن ما دنبال سل هستیم. اینجا در نظر گرفتیم ترو اوپن. ببینید اینجا یک اکیومولیشن یا در واقع رنجی هست. اینجا ترو اوپن، ما بالای ترو اوپن هستیم، سقف‌ها رو جمع آوری کردیم و این جمع آوری سقف‌ها برای ما سل میسازه و بالای ترو اوپن دنبال سل هستیم. حالا این ترو اوپن میتونه ترو اوپن سالانه باشه، ترو اوپن ماهانه باشه، ترو اوپن ویکلی باشه، ترو اوپن دیلی باشه و آسیا، لندن، نیویورک افترنون یا پی ام سشن. خب چجوری ازش استفاده کنیم؟ یعنی توی یه دقیقه مثلا بریم با ترو اوپن ویکلی ترید کنیم یا دیلی ترید کنیم؟ نه. ببینید اینا همه المانن. این المان های رمزگشایی این چارتی هستن که شما دارید میبینید، این تیپی که هستن که شما دارید میبینید. و برای اینکه این چارت شما درست حل بشه و به قولی اون رمز از چارت خارج بشه و کرک بشه حالا پسوردش، برای شما یک کار باید انجام بدید. اونم اینه که بیایید و این مثل پازل تو جایگاه درست اینا رو به هم دیگه بچسبونید. حالا جایگاه درست یعنی چی؟ یعنی که علاوه بر این که حالا تایم فریم ها رو در نظر میگیرید که چجوری باید باشن، چون مثلا اگر شما دنبال بازگشت هستید و از ترو یر اوپن استفاده میکنید، حداقل تایم فریم دیلی رو نیاز دارید به عنوان کانفirmation. یا اگر میخواید برگشت قیمت رو ببینید، فقط استفاده از ترو مانت اوپن تو تایم فریم مثلا 5 دقیقه منطقی نیست و نتیجه هم نداره. چرا؟ چون در نهایت به هدف شما و اون چرخش شما اتفاق میفته، اما شما نیاز هست که لوور تایم فریم و هایر تایم فریم رو با هم دیگه میکس کنید که تحلیل درست و ولی داشته باشید اگر میخواید وارد درادان و ضرر نشید. ممکنه چند درصد مثلا شما رو حساب حقیقت ترید کنی، حساب ریل ترید کنی و یه درادان 20% برات منطقی باشه. اگر درادان پایین میخوای باید دقت رو ببری بالا، نباید هر تریدی رو با هر شرایطی انجام بدی. این چارت لایف هست، یعنی چارت امروز هست و اینجا در واقع ترو اوپن روزانه بوده که ما بالای این ترو اوپن بودیم، سل شدیم خیلی تمیز و زیرش بای شدیم خیلی واضح و مشخص. یعنی ساده میتونید بر اساس همین یک کانسپت و یک دیدگاهی از ایندوسمنت ها که اینجا تشکیل شده و این سمت بیاید وارد به قولی بای بشید که همین بای من گرفتم، عکسش هم میتونم براتون بیارم. در مورد همین بای هم با هم دیگه صحبت میکنیم چون این بای خیلی مرتبط بود با آموزش که امروز میخوام بهتون بدم. خب گفتیم که AMDX داریم و XAMD. بریم یه ذره زوم کنیم و اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. بچه‌ها تایم فریمی که من دارم بررسیش میکنم 1 دقیقه است، 30 ثانیه هم خیلی ترتمیزتر نشونمون میده و اومدم بر اساس تایمی که حالا در مورد میکرو سایکل ها یکم جلوتر بهتون توضیح میدم چون الان میکرو سایکل رو باز نکردم. در حال حاضر تایمش مهم نیست، فقط میخوام ببینید که AMDX یا XAMD چجوری اتفاق میفته. ما فاز اولی که داشتیم اکیومولیشن بوده و با توجه به این اکیومولیشن که اتفاق افتاده و رنجی که زده شده، من تو فاز بعدی دنبال دستکاری هستم. اوپن Q2 اینجا اتفاق میفته، این خط قرمزی که اینجا هست و ما یک حرکت شارپ داریم به زیر لیکویدیتی این ناحیه. اینجا جایی که شما میتونید وارد بای بشید. آیا فقط با همین AMDX؟ بله، تریدرهای خیلی زیادی هستن که فقط با همین AMD و XAMD دارن ترید میکنن، خیلی هم تریدهای خوبی انجام میدن، ولی دقت همین سبک ترید هم میتونیم ببریم بالاتر با استفاده از ابزارهای دیگه ای که داریم. خب زیر ترو اوپن مانیپولیشن شروع میکنه، یک رنج ادامه میده، دوباره برمیگرده تو فاز سومش اینجا رو تاچ میکنه و در نهایت ما تو فاز X یا AMDX مون یه حرکت ادامه دهنده رو داریم. تو فاز بعدیمون این X بعدیمونه. چرا X؟ چه دلیل داشت که این X شد؟ چون اینجا ما اکیومولیشنی نداشتیم و ما شروع سایکل رو با اکیومولیشن میبینیم. اتفاقی افتاده چیه؟ X ریورسال بوده نسبت به کدوم پترن؟ به این پترن، به این حرکت ریورسال بوده. ما اینجا یک اکیومولیشن داریم که حالا به قولی میشه گفت که
خیلی واضح اتفاق میفته. یک منیپولیشن رو به پایین داریم که باز ما میتونیم تو منیپولیشن با تاییدیه یا حتی با این پین بار وارد بای بشیم، یک حرکت شارپ خوبو انجام میده. دوباره اینجا ما میبینیم که یک فاز دیستریبیوشن اتفاق میفته، در نهایت های اون کندل تایم فریم بالاتر تشکیل میشه. چون اگر اینو بخوایم تو تایم فریم بالاتر ببینیم، اتفاقی که اینجا داره میفته چیه؟ اینه که ما اوپن شدیم، یک مقدار رنج زدیم، یک لو ساختیم، رفتیم بالا، های رو ساختیم و اصلاح کردیم رو به پایین. خیلی ساده یک کندل تشکیل شده. اگر حالا پاور اف تیری رو بررسی کنید خیلی واضح میشه واسهتون. تو قسمت اول مقدماتی در موردش صحبت کردیم. اتفاقی که اینجا میفته، ما یک اکیومولیشن داریم، یک فاز اکیومولیشن خوبی رو انجام میده، یک مقدار رنج میزنه. بعد از اون با شروع فاز منیپولیشن که قرمز مشخصش کردم، ما یک حمله به سمت بالا داریم، میایم این در واقع های کندل نزولی رو سویپ میکنیم و اصلاحمون شروع میشه و دیستریبیوشن و ما بقیه ماجرا. این شکل نرمالیه که خیلی وقت تو چارت اتفاق میفته و ما بر اساس تایم میخوایم ازش کمک بگیریم، در کنار یک ابزار بسیار بسیار مهم دیگه. خب بخوایم شماتیک وار ببینیمش، نکنید شماتیک وار ببینیم، سایکلی که ما میتونیم داشته باشیم AMDX هست که این AMD ما اکیومولیشنه. تو فاز M مون میایم به عنوان دستکاری و حرکت خلاف جهت حرکت اصلی. تو فاز دیستریبیوشن میایم یک حرکت شارپ و بزرگ انجام میدیم که اینجا M و D تو یعنی فازای منیپولیشن و دیستریبیوشن فازای خوبی برای ترید شما. فاز X یه مقدار نیاز به تبحر و دانش بیشتری داره. شکل دومتون اینه که اکیومولیشن اتفاق نیفته. معمولا آسیا که خیلی حرکت بزرگی داره به این صورته. چه اتفاقی افتاده؟ ما اکیومولیشن نداشتیم، فاز X مون بوده. فاز A مون میشه زمانی که در واقع منتقل میشه تولید زیادی به لندن. اینجا باکس خاکستری بود نیفتاده. این فاز برای ما میشه اکیومولیشن ما و رنج زدن ما و ما منیپولیشنمون تو نیویورک اتفاق میفته. دیستریبیوشن یا حرکت اصلی میفته برای پی ام سشن. دو تا سایکل بعدتر ما تو لندن، تو شرایطی که مثلا آسیا حرکت زیادی داشته، ما سعی میکنیم که تو لندن ترید نداشته باشیم. نیویورک و پی ام سشن